خوش آمدید به یکی دیگه از ویدیوهای چنل روزی. امروز قرار است یک بسته رو باز کنیم که از افغانستان برای ما روان شده. این بسته 26 کیلو است که داخلش خیلی چیزای جالب و کمیابی را ما سفارش دادیم، چون نتونستیم در کانادا او چیزا رو پیدا کنیم. از او خاطر از افغانستان سفارش دادیم. پس شما هم تا آخر ویدیو با ما باشید که ببینیم داخل از این بسته چی چیزایی است که در کانادا وجود نداره. اینی است از بسته ما که از افغانستان آمده و قراره بازش کنیم. اولش دو نوع رخت گل سبه، یکیش در رنگ سبز، دیگهش هم در رنگ آبی. یعنی سبز رنگش که خالم یک نگینای خورد خوردم داره. آبیش از من باید ببینم، من خبر ندارم اینا چیه. خب مادر خودی سفارش داده. خب اینا پتنوس هم، اینی پتنوس هستم. از این دسته سایز مختلفه که خورترین که باز اینی دستایش است. این قسمت چی؟ زمش. یک تایی طرف یک تا نمو طرف. ایناله دلیل اصلی که این پست را ما سفارش دادیم می بود که میخواستیم بر خانه نو خود پرده بگیریم، چون پرده خانه قبلی کلکناش خورد بود. باز اینجا آمدیم کلان شد کلکنا، باز از خاطر پردهش مان. یعنی هم سلیقه مادر جان ما است. دیگه پایینایش از این گلایش رقمیه همراه بوده. و وقتی این پرده را انداختیم بازم براتون یک ویدیو میگیریم که در کلکین چه رقمی دیده میشه. دیگه از یک رنگ بر کل خانه گرفتیم. سالون و اتاق نشیمن و اتاق خوابا همه شانه یک رنگ گرفتیم و همچنان ادامه داره. این دستمال کود خمکله. خمکله است. اینی نقشای مختلف داره. استاستا کو نیش از من وقت خوش کرد از خدا. اینی جمع و ادامه داره. 12 دانه دستمال. بازم رخت گلیسری خیلی رواج شده نه. یک چیز دیگه هم که ما خیلی پشتش گشتیم و یک از چیزای ضروریه برای هر خانواده افغانستانی، تاوه. و دلیل از این که بسته ما خیلی سنگین بوده این همین خاطره. اینی میترک روی دیگش. از این تاوه در تورنتو هم خیلی زیاد گشتیم. در 4 طرف تورنتو دکانای افغانستانی و عرب همه گشتیم ولی پیدا نتونستیم. دیگه بازم پرده. ایشکسته. بعدیش چادره که چند رنگ مختلف داره، سرمه‌ای، سیاه، آبی آسمانی. اینیش کسته چادر چیه؟ گاجه. چادر سمیه. چادر خوب مگیه؟ سه نپوشته پس.
نه میشم پس کشته کشته افغانستان ایره مادر کلانیم روان کده از افغانستان کشته قیسی امیری. این هم بود از پستی جالب و نایاب ما. اگر کدام سوالی در مورد پست داشتین حتما در بخش کامنت ها سوال کنین. همه اینا را که ما اگر جور کردیم یا استفاده کردیم بازم براتون یک ویدیو دیگه میگیریم. تشکر که تا این دم همراه ما بودین. از یادتان نره که لایک و سابسکرایب کنید و همچنان به دوستانتان این ویدیو را به اشتراک بذارید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.